وقتی که در یک خانواده جایگاه‌ها جابجا میشه و توازن قدرت به صورت درست اتفاق نیفتاده، ما با شکایت‌های این چنینی روبرو میشیم که خانم و آقا میان و میگن که مثلا پسر یا دختری 20 ساله 25 ساله داریم، با ما داره زندگی میکنه و خیلی مسائلش رو هنوز ما داریم مدیریت میکنیم، حالا جدا از اون پول تو جیبی و اینا که باید همچنان بهش بدیم. جالبه که مادر پدر به شدت شاکی هستن که دیگه قوانین خونه رعایت نمیشه، ساعت مثلا هر وقت دلش میخواد میاد و کاراشو نمیکنه و معمولا یکی از یا مادر یا پدر تاکید داره برای اینکه بگه که نه، این جدیداً اتفاق افتاده، این خیلی بچه خوبی بوده، هیچ کدوم از این مشکلات رو نداشته. ببینید، روان درمانگر اونجا متوجه میشه که مسئله خیلی عمیق‌تر از این چیزیه که اینا دارن تلاش میکنن فقط به 1-2 سال اخیر ربطش بدن. نگاه میکنی میبینی که پدر جایگاه خودش رو نداره، یعنی اون قدرتی رو که باید نداره. مادر کنترلگره، مادر اون کسیه که حرف میزنه، مادر اون کسیه که صرفاً تصمیم میگیره. نمیخوام بگم همیشه پدر باید باشه، اما وقتی این تعامل اتفاق نمیفته و توپ میفته تو میدون یه نفر و یکی دیگه انفعال رو انتخاب میکنه، فرقی نمیکنه مادر باشه یا پدر، همین باعث میشه که به هر حال بچه‌ها از این آب گلالود ماهی‌های غلطی بگیرند، یعنی روش‌های غلطی رو انتخاب بکنن و معمولا پدر مادر میدونن که این روشی بوده که از ابتدا باهاشون بوده، با بچه همین گونه رفتار میکردن و بچه از همون ابتدا هم خیلی مسئولیت پذیر نبوده. اما زمانی میان پیش درمانگر که دیگه قابل تحمل نیست براشون، یعنی به سطوح میان به اصطلاح. و وقتی نگاه میکنی میبینی که این خانواده نیاز داره به این که مادر و پدر یک روان تحلیلی بشن و جایگاه خودشون رو در قالب والدین و در قالب فرزندان یک والدین مجددا ارزیابی بکنن. سوالی که من از این والدین میپرسم، میگم رابطت با پدر مادر خودت چطور بود؟ و در همین سال معمولا ما خلاها، خشم‌های نهفته، احساسات منفی و درگیری‌های زیادی رو پیدا می‌کنیم و می‌بینیم که والدین یا خواستن شبیه والدین خودشون نباشن و به این گونه اشتباه برخورد کردن با بچهشون، یا اینکه ناخودآگاه رفتارهایی رو که یاد گرفته بودن کورکورانه تقلید کردن و انجامش دادن. پس ببینید، واقعا توی روان درمانی نمیشه برای یک مسئله مزمن، یک چیزی که در یک مسیر چندین ساله شکل گرفته، دنبال نسخه های کوتاه بگردید. خب حالا خانم روانشناس، ما بگو الان چه کار کنیم؟ این همچین نسخه وجود نداره. این نسخه نیاز هست به یک پویایی و مجدد نگاه کردن به مسئله، تغییراتی که والدین باید در خودشون ایجاد بکنن. حتی گاهی نیاز دارن به اینکه روان درمانی بگیرن. نمیخوام بگم که یه چیز عجیب و خاصیه و به قول معروف سنگ بزرگی باشه که تو ذهنتون بگین خب پس حل بشو نیست. چرا؟ ولی واقعیت اینه که گاهی اوقات ما میخوام این رو، الان هدفم از گفتن این حرف اینه که از همون دوران کودکی و نوجوانی، جایی که میبینیم مسئولیت پذیری لازم رو بچه‌مون نمیدیم و میبینیم ولی هنوز برامون قابل تحمله، این رو ازش رد نشیم، چون به جایی میرسیم که اون آدم، اون کودک یک بزرگسالی میشه، همخونه‌ای ما و دیگه کودک نیست، اما ما همچنان روش‌های غلط رو باهاش داریم پیاده میکنیم و اون هم روش‌های غلط غیر قابل تحملی رو در خانواده داره اجرا میکنه که دیگه خودتون واقعا کم میارید. پس از همون کودکی و نوجوانی دقت بکنید ببینید که چگونه داریم فرزند پروری میکنیم. آیا داریم فرزند پروری آگاهانه انجام میدیم یا ناخودآگاه بر اساس آنچه که بر ما شده داریم اون رو پیاده میکنیم؟ این خیلی مسئله مهمیه.